خامنه‌ای به نتانیاهو که از طریق قبرس ارسال شد. پزشکیان که معلومه که صدای خامنه‌ای از طرف خودش اجازه نداره، پیامی فرستاده برای نتانیاهو از طریق قبرس. نظامی که کشتیگیرش اجازه نمیداد با اسرائیل مسابقه بده، امروز رئیس جمهورش از موضع ضعف پیام داده به نتانیاهو که جنگو تمام کنید. این یک نکته مهمش که به رسمیت شناختن اسرائیل برای اولین بار از موضع ضعف نبوده این کار نمی‌کردن. دو، این پیام تسلیم چه معنایی داره؟ شاید فکر کنید این بالاترین معنیه که داره. نه، این کمترین معنیه که داره. بالاترین معنیش اینه که جمهوری اسلامی الان دیگه نگرانیش تسلیم نیست. پیام تسلیمو که به اروپا هم داده که بیاید جلوشو بگیرید، به کشورهای عربی داده بیاید جلوشو بگیرید و آخرش به خود اسرائیل هم داده. این کف پیام پزشکیان به نتانیاهو. سقف پیام پزشکیان معناش اینی که جمهوری اسلامی نگرانه که فرو بپاشه، سقوط بکنه. مهمترین خبر امروز چی بود؟ اعلام مرگ محمود باقری کاظم‌آبادی، فرمانده بخش موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران. به حدی مهمه که هیچ وقت اسمش اعلام نمیشه. پیام تسلیم خامنه‌ای به نتانیاهو